یک موضوع خیلی مهم، شنیدن و اطاعت کردن از ولات امر مسلمان ها، بغاوت نکردن در مقابل حکومت اسلامی. درست. این موضوع خیلی مهمی است. امروز شاید بعضیا با بهانه‌های مختلف خوششان بیاد که والا اره یک حکومتی، ولو که یک حکومت ظالم باشه، ولو که یک حکومت تا حدی مثلا ستمگر باشه. بله. اما از شما یک سوال بپرسم به عنوان یک جوانی که مثلا در کشورهای مختلف زندگی کردیم، زندگی کردن در سایه یک حکومت ظالم بهتر است یا اینکه یک گروهی بیان در مقابل این حکومت جنگ بکنن، مملکت به هرج و مرج کشیده بشه، نه مالی در امان باشه، نه ناموسی در امان باشه، نه خانه‌ای در امان باشه، کدامش بهتر است؟ زیر ظلم خوبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیگن شما ظلم رو بپذیرید، ظلم رو قبول بکنید، اما مسئله حقوق عموم ملت و عموم مسلمان ها که مطرح میشه، شما به عنوان یک شخص می توانید ظلمی که بر علیه شخص شما شده رو تحمل بکنید. به خاطر چی؟ به خاطر مسئولیت جوامع. چون هر کسی که در یک جای اگر بر علیه ظلم شد سلاح بگیره بره بغاوت بکنه، مملکت به هرج و مرج کشیده میشه. وقتی که جنگ صورت گرفت، نه تو در امان هستی نه خانواده اید، نه همسایه تو در امان است نه خانواده او. دیدیم ما نمونه جنگ های تنظیمی و داخلی رو، قومی رو در افغانستان. وقتی که جنگ بود، حکومت که فرو پاشید، ولو که حکومت ظالم باشه، ستمگر باشه، هر چیزی باشه، حکومت که فرو پاشید، شما پیش کی شکایت میکنی؟ کی از شما دفاع میکنه؟ همون پلیس و استخباراتی که امروز از تو دفاع میکنه، وقتی که جنگ شد، هرج و مرج شد، همون میاد تو رو چور میکنه، همون تبدیل میشه به یک گرگ گرسنه ظالم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر همین میگن که ولو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب الله فاسمعوا له و اطیعوا. یا در روایت دیگر میگن که اگر یک بنده‌ای که یک برده‌ای که سیاه باشه، کله کشمشواری باشه، کلش مثل یک کشمشواری باشه، حکایت است که بعضی سیاها را دیدین موی سرم نداشته باشه، از سر تا پا هیچ موی در سرش نیست، مثل یک کشمش است. پیامبر یعنی میگن اگر به میت یک شکل و قیافه هم کسی بر شما حاکم شد، اما تابع قرآن و سنت بود، از او بشنوید و اطاعت بکنید. اینجا چی میخواد بگه پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ نگو والا رهبر چون که از قوم من نیست، هم زبان من نیست، رئیس جمهور چون که از قوم من نیست، از هم زبان من نیست، من از او اطاعت نمیکنم. تعصبات قومی و نژادی نباید مطرح باشه. درست. بشنوید و اطاعت بکنید از ولی امرتان، ولو این که یک برده سیاه حبشی باشد که کله او مانند کشمش